شب رمضان و تربیه مایان. ای برادر روزدار و ای خواهر روزدارم، در شب رمضان برای شخص مسلمان دو نوع تربیه لازم است. در این شب‌های رمضان برای شخص مسلمان، برای ما و شما دو نوعی از نوعهای تربیه لازم است. اولا تربیه روحی که در آن مناجات پروردگار، مناجات بنده با پروردگارش، مناجات او سبحانه و تعالی در تنهایی، در خلوت، وقتی که بنده در پیشگاه پروردگار عظیم و شأن، پروردگار عظیمش برای نماز تراویح و قیام شب می ایستد، با ترس و فروتنی، با دعا و خاکساری و بیچاره حالی، با استغفار، با یاد پروردگارش، با زاری روپرو می گردد و از او سبحانه و تعالی بخشش می طلبد و امید و مغفرتش را خواهان است. در همین حال سخن سرور دو جهان سبحانه و تعالی به یاد می آورد که رسول الله فرمودند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه رمضان را از روی ایمان و برای ثواب اخلاصمندانه با قیام شب بگذراند، گناهان گذشته اش آمرزیده می شود. متفق علیه. پس این قیام رمضان با اونس گرفتن، با الفت، با لذت، با اطاعت و شوق باید انجام داده شود. ایستادن در پیشگاه پروردگار رابطه بنده را با پروردگار قوی می‌گرداند و ایمانش را استوار می‌سازد و همچنین نفاق را از نفس انسان دور می‌گرداند و برای بنده احیا، زنده گردیدن دلهای مؤمن می‌گردد، زنده گردیدن دلهای مؤمنان و آرامش قلبی و چشم آنها قرار میگیرد. پس عبادت شب برای بندگان در این تاریکی فرا میرسد، یک نزدیکی به سوی پروردگار قرار میگیرد. اما دوم تربیه، این تربیه جسمانی میگردد که تربیه جسمانی در آن ایستادن از برای نماز، نشستن، رکوع کردن، سجده نمودن، همه اینها تربیه جسمانی، همه اینها در فعال کردن گردش خون در بدن، در حرکت آوردن موشک‌ها و تمرین دادن بغم‌ها یک سهم ارزنده می‌گذارد. مثل یک مانند مشق ورزشی است که بدن سست را قوی می‌گرداند، بر بدن سود می‌دهد و با اجازه الله سبحانه و تعالی بیماری را از بدن انسان دور می‌گرداند. و مناسب است که یادآور شویم برادران گرامی که بعضی حالت‌ها برای موشک‌های معین بدن انسان که موشک‌های معینی قرار دارد باید و یا آب و تاب داشته شوند و چنین شکل‌هایی که آب و تاب داشته شوند تنها در نماز دیده می شود، بین رکوع، سجده، نشستن و قیام و غیر از این حالت‌ها. پس برادری عزیز و خواهر روزدارم، شکی نیست که مسلمان وقتی روزه میگیرد و شبانه و قیام شب میخیزد، گویا بین این ماه مبارک رمضان و قرآن کریم یک پیوندی که بسته است و با این قرآن کریم زندگی میکند، با آن یک رابطه دوستی میپیوندد. و چی زیبا است این منظره که انسان رابطه خود را با پروردگارش اصلاح میکند و خود را با قرآن میپیوندد که این چراغ است که درون و بیرون انسان را، دنیا و آخرت انسان را روشن میگرداند. علاوه بر این شخص روزدار شب‌های رمضان ایستاده، نشسته، رکوع، سجده، در همه حالت‌ها با تلاوت قرآن با پروردگارش راست می ایستد. پروردگار ما را و شما را توفیق بدهد که این شب‌ها را با تلاوت قرآن، با ذکر پروردگار، با نماز، در تدبر در کلام الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد و ما را بر انجام دادن کارهای صالح و نیک راهنمایی کند که آخران این نقطه آورده رساندن بنده به بهشت و نجات او از آتش می‌گردد. و سلام و درود بر محمد صلی الله علیه و سلم.